کنسول بازی نخر، پی سی نخر و تمام بازی‌های این پلتفرم‌ها رو روی موبایل اجرا کن. سلام رفقا، به کانال یوتیوب موبایل آرنا خوش اومدین. امروز اینجاییم با گیم پلی و آموزش نصب رد ردمپشن یک روی موبایل، حتی موبایل‌های ضعیف، نسخه کامپیوتر و فول کیفیت. یعنی از همون نسخه موبایل خیلی کیفیت و گرافیکش بالاتره. یعنی یه چیز چی بهتون بگم، یعنی یه چیز در حد حتی PS4 یا PS3 اینجور حالتا. موبایل خودم A52s اسنپ دراگون 778 G. شما حتما اسم گوشیتون رو برام کامنت کنین زیر همین ویدیو تا بهتون بگم اجرا میشه روی موبایلتون یا نه. اگه این آموزش رو دوست داشتین حتما سابسکرایب کنین و لایک و کامنت یادتون نره و زنگوله چنل هم روشن کنین، چون ما هر 2 روز یه بار آموزش نصب یک گیم خفن کنسولی روی موبایل براتون توی چنلمون قرار میدیم. این بازی حدود 50 FPS بهتون میده، روان و کاملا قابل بازیه با دمای پایین. من خودم با دسته پلی میدم. شما بازی بعدی رو برای من انتخاب کنید. مهم نیست روی چه پلتفرمی باشه، کنسول، PS5، PS4، PS2، PC، PSP، PS ویتا و هر پلتفرم دیگه ای ما روی موبایل براتون اجراش میکنیم. توی کامنت ها حتما بهم بگین. FPS به دلیل اسکرین رکوردر یا همون فیلم از صفحه پایین اومده، وگرنه زیر 50 FPS بهتون نمیده، خیالتون راحت. اگه میخواید آموزش نصب بازی‌های بیشتر رو ببینیم به همین حالت و گیم پلیشون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید. اگه سوالی دارید توی کامنت ها بپرسید و در آخر برای شبیه سازها، لینک بازی‌ها و نکات ضروری حتما توی کانال تلگرام ما عضو بشین.
اگه میخواید آموزش نصب بازی‌های بیشتر رو ببینیم به همین حالت و گیم پلیشون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید. اگه سوالی دارید توی کامنت ها بپرسید و در آخر برای شبیه سازها لینک بازی‌ها و نکات ضروری حتما توی کانال تلگرام ما عضو بشین.